استاد ما در یک مملکتی هستیم که خطبه به زبان میگن که ما نمیفهمیم. در همین حالت در وقت خطبه چیکار کنیم استاد؟ در همین روز نماز جمعه مثلا ذکر کنیم یا بعضی حالات میشه که مقصد ذکر میکنیم، بعضی حالات هیچ نمیفهمیم مقصد چی میگن. به زبان عربی نمیکنند خطبه رو؟ بله به زبان عربی میکنند و مقصد ما نمیفهمیم. نه گوش میکنید و در وقت خطبه امام نه گپ زدن ممکن نه ذکر کردن. حتی اگر کسی که دو آدمی گپ زدگی گوید که اسکت خاموش نشین گوید، اگر جمعه همه آدم بیکار میشه. یعنی پر به عربی میکنند. در پیش ما در نماز جمعه همین با تسبیح چی میکرد؟ مقصد غم میداد یک جمعه دیگه، امکانیتی نکن گفتن نداره، چق 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 خطبه گوش کرده نمیشه. لیکن شریعت همین خیلی منع کرده است که ما همین کارو نکن گم جمعه من بیکار میشه. یعنی به درجهش گپ زدن ممکنه، حتی ذکر کردن هم ممکنه. خطبه نفهمیدم گوش میکنه. مقصد از همون بعد اذان دوم وقتی که امام بالی منبر برآمده راست ایستاده میخواند که همون در نظر دارم، نه این صحبتی که مثلا در جایهای ما پیش از نماز جمعه 1 ساعت 2 ساعت پیش صحبت میکردیم که اون نه، در اون گپ زدن هیچ گپی ندارد. یعنی گپ زدن هیچ گپی ندارد به این معنا که وقتی سخن الله و سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شده باشه مجلس علم باید رعایت کردن در کار. لیکن یگان ضرورت شده یک دهن گپ زند جمعهش باطل میشه، این خیلی نه. فرض کنیم دو کس گپ زده است و یک داملا برآمد دارد، مثلا شما حق دارید که گویید که گوش کن، برای اینکه خطبه جمعه نه درس است و صحبت است، خاصتا اگر صحبت علمی باشد. بله احترام مجلس اهل علم حتمی هست، لیکن اون به منزلت خطبه جمعه نیست.